سلام، به آشپزخونه من خوش اومدید. توی ویدیو قرار برم سراغ مهمترین قسمت کار با رویال آیسینگ. بهت پیشنهاد میکنم اگه ویدیو قبلی رو ندیدی حتما بری ببینی، چون که توی اون ویدیو طرز تهیه رویال آیسینگ رو با همه این نکته‌هاش آموزش دادم. توی کار با رویال آیسینگ مهمترین قسمت کار و اصلی ترین قسمت کار اینه که ما غلظت‌های مختلف رو بشناسیم و بدونیم که هر کدوم از غلظت‌ها کجا کاربرد داره. چون که اگر که رویال آیسینگمون خیلی سفت یا خیلی شل بشه توی کار کردن باهاش دچار مشکل میشیم. توی رویال آیسینگ ما کلا 3 تا غلظت داریم: غلظت سفت یا استیو، غلظت متوسطمون یا غلظت پایپینگ و غلظت فلات یا غلظت رقیقمون هست. در ادامه ویدیو غلظت‌های مختلف رو درست میکنم و بهت میگم که هر کدوم از این غلظت کجا کاربرد داره. با هم همراه باش. خب الان من میخوام 3 تا غلظت رو درست کنم و بهتون نشون بدم که هر کدومش باید چقدر غلیظ یا رقیق باشه. اولین غلظتی که میخوام درست بکنم غلظت سفت یا استیفه که بیشتر برای درست کردن گل با رویال آیسینگ، بافت سازی و کلا حجم سازی استفاده میشه. چرا؟ چون که حالت خودش رو به هیچ وجه از دست نمیده. من یکم بهش رنگ اضافه میکنم، همش میزنم و دیدید که هیچ آبی بهش اضافه نمیکنم. غلظتش هم باید یه همچین غلظتی باشه. غلظت بعدی که درست میکنم غلظت متوسط یا پایپینگه. این غلظت رو بیشتر برای طرح‌های خطی، دورگیری، نوشتن حالا حروف، عدد، هر چیزی که بخوایم حالت خطی داشته باشه یا نقطه‌های کنار کوکیمون استفاده میکنیم. من یه کمی رنگ بهش اضافه میکنم، یه قاشق آبم میریزم توش. فقط باید حواسمون باشه که آب رو خیلی با احتیاط بهش اضافه کنیم، مثلا یه هایی بر نداریم 2 تا قاشق آب بریزیم توش. آب رو کم کم میریزیم، غلظتش رو تست میکنیم و اگر دیدیم به نظرمون هنوز غلیظه مجددا توش آب میریزیم. به نظر من این الان هنوز یه کمی غلیظه و من میخوام بهش دوباره یه قاشق دیگه آب اضافه کنم و هم بزنم تا به غلظتی که میخوام برسه. ببینید خیلی چقدر آب رو کم میریزم داخلش. الان همش میزنم تا به غلظتم، تا کامل آب و رویال آیسینگ هم بخوره و به غلظتی که میخوام برسه. یه همچین غلظتی برای غلظت پایپینگمون باید داشته باشیم. حالا میرم سراغ غلظت سوم. غلظت سوممون غلظتیه که نه باید خیلی رقیق باشه نه خیلی غلیظ، چون که برای پر کردن سطح رویال آیسینگ از این غلظت استفاده میکنیم و اگر خیلی رقیق بشه از کنارهای رویال آیسینگمون سرازیر میشه، اگرم خیلی سفت بشه رد سوزن روش میمونه و اصلا یک دست نمیشه. من بهش رنگ اضافه کردم، آب رو هم قاشق قاشق توش میریزم و هی تست غلظتش رو میگیرم و اگر به نظرم رقیق بود یا غلیظ بود، اگر غلیظ بود آب بهش اضافه میکنم مجددا، اگر رقیق بود رویال آیسینگ. یه همچین غلظتی رو میخوایم برای غلظت سوممون. ببینید میزان رقیق بودنش رو. خب حالا من رویال آیسینگ هایی که درست کردم و میریزم توی قیف تا براتون فرمایی که گفتم رو عملی نشون بدم. در مورد قیفا هم مسئله مهمی که هست، حتما حواستون باشه برای کارهای ظریف، خطی و دورگیری حتما از این قیفا استفاده کنید. اگه توجه بکنید این قیفا یه محل اتصالی دارن که یه فاصله‌ای داده که اینا اصلا برای کارهای ظریف و دورگیری مناسب نیستن و کار تمیزی بهمون نمیدن. برای همین حتما از این قیف استفاده کنید برای کار خطی. اولین غلظتی که میخوام بهتون نشون بدم استیفه. من سر قیفمو ماسوره زدم و میبینید که چقدر این غلظت برای درآوردن گل عالیه، چون که رویال آیسینگ همون شکلی که هست میمونه و اصلا توی هم نمیره که تغییر فرم توی طرحمون ایجاد کنه. ببینید حتی برای ایجاد بافتم عالیه. من الان یه کمی ریختم اینجا، الان با کاردک میکشم روش و میبینید که همون فرمی که ایجاد میکنم همون شکلی میمونه. دومی برای خطوط هست که گفتم قیفش خیلی مهمه. ببینید چقدر روون حرکت میکنه، نه بریده میشه نه فرم لوله‌ای خودش رو خطوط از دست میده و خیلی صاف و قشنگ میتونیم باهاش خطامون رو بکشیم. و سومین غلظتمون
غلظتی هست که برای پر کردن رویال آیسینگمون ازش استفاده میکنیم. حالا من میخوام کوکیمو دورگیری کنم و رنگش کنم. با غلظت متوسط دورگیری کردم. الانم با غلظت سومم که رقیق ترین غلظته دارم سطح رویال آیسینگم رو پر میکنم و میبینید که چقدر سریع بعد از 3-4 ثانیه یک دست میشه و هیچ ردی روش نمیمونه. خب اینم از غلظت‌های مختلف رویال آیسینگ. اگر غلظت‌ها رو بشناسی و بدونی که هر کدومش کجا کاربرد دارن، قطعا یک کوکی تمیز خواهی داشت. اگر سوالی واسط پیش اومد واسم کامنت بذار، حتما جواب میدم. تا ویدیوی بعدی.